به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام خدمت همکلاسی های خوب خودم، به شهرنامه خوش اومدید. من قاسم قربانی هستم و توی این برنامه میخوایم درس اول کتاب دهم یعنی شعر چشمه رو با هم دیگه مرور بکنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم به خوندن این شعر و توضیح مفهوم ابیاتش و همینطور آرایه ها و دیگر نکاتش، توصیه میکنم که حتما اون ویدیویی که مربوط به تدریس مجاز هست رو از توی کانال شهرنامه ببینید، چون که آرای مجاز در این شعر بسیار گسترده است و زیاد استفاده میشه. برای همین باید یک آگاهی اولیه درباره مجاز و به خصوص استعاره داشته باشیم. توی اون ویدیو به صورت کامل درباره مجاز صحبت کردیم و خب به نوعی مقدمه این درس هست. حالا فقط خیلی مرور گذرا کنم. مجاز این بود که یک کلمه ای رو در یک معنایی به کار ببریم که معنای اصلی و حقیقی اون نیست و به نوعی معنای مجازیش محسوب میشه. مثلا اگر که من سرو رو که به معنای اصلیش در واقع یک درخت بلندی هست به معنای یک انسان راست قامتی به کار ببرم، اینجا از مجاز استفاده کردم و چون ارتباط یا علاقه و پیوند بین معنای اصلی و معنای مجازی شباهت هست، این میشه استعاره. پس استعاره یه جور مجازه که اون رابطه بین معنای اصلی و معنای مجازیش میشه شباهت. انواع دیگر مجاز هم داریم، بنابراین حتما اون ویدیوی مربوط به مجاز رو ببینید. اما درس اول که چشمه هست، شعری است از نیما یوشیج یا همون آقای علی اسفندیاری، شاعر بسیار مطرح و بزرگ روزگار ما. البته انتخاب این شعر از ایشون به نظرم خیلی درست نیست، یعنی خیلی خوش ذوق نبوده مؤلف کتاب، چون نیما یوشیج در واقع بنیانگذار شعر نو هست در فارسی و به این خاطر اصلا به شعر نو شعر نیمایی هم گفته میشه. مضامین بسیار عالی و خوبی داره، بیان و در واقع سبک شاعرانه بسیار قوی داره توی سرایش شعر نو. اما خب نیما در واقع شعرهای سنتی هم داره، شعرهای کهن هم داره که به هیچ عنوان به اهمیت اون اشعار نو او نیست. و خب الان هم توی این شعر میبینیم شعر خیلی شعر قوی نیست و در واقع چه بهتر بود که اگر در واقع توی حوزه ادبیات تعلیمی میخواستن یک شعر بیارن، شعری از شاعر دیگری انتخاب میکردن و در جای خودش از نیما اون شعرهای نوی بسیار عالیش رو میآوردن. اما شروع بکنیم. چشمه. درس یکم. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. یه آرایی که در این شعر بسیار زیاد ازش استفاده میشه، آرایه جانبخشی هست. یعنی همونطور که مشاهده میکنید در واقع جانبخشی این هست که صفات انسانی رو یا صفاتی که مخصوص موجودات جاندار هست و موجودات بی جان نسبت بدیم. خب قلقل زن و تیز پا و اینها مربوط به موجودات زنده هست و عرض شود که این به نوعی آرایه جانبخشی است. در ضمن هر آرایه جانبخشی یه جور استعاره هم هست، چون شما یک موجود غیر زنده رو در واقع به عنوان یک موجود زنده در نظر گرفتید. این آرایه جانبخشی در بیشتر ابیات این شعر هست و نهایتا من دیگه دونه دونه بهش اشاره نمی کنم. در تقریبا حالا به جز دو سه بیت در تمام ابیات این شعر چشمه و دیگر عناصر طبیعت به عنوان موجودات جاندار در نظر گرفته شدن. بنابراین یک آرای جانبخشی در سر تا سر شعر هست. اینو دیگه فاکتور بگیریم و بقیه آرایه ها و مطالب رو توضیح میدیم. حالا اگر جایی لازم بود حتما بهش اشاره مجدد هم میکنیم. گشت در اینجا یعنی شد، یک چشمه از سنگی جدا شد. این چشمه قلقل زن بود، یعنی در واقع آب از او میجوشید و بیرون میومد. قلقل زن اینجا به معنای اون فریاد و در واقع اون شور و خروشی که از چشمه میاد، اون صدایی که هست و اینا هم معنی میده. چهره نما اینجا دو تا معنی داره و بنابراین اینجا هر دوش هم درسته. بنابراین اینجا آرایه ایهام داریم. ایهام این بود که یک واژه‌ای دو تا معنی داشته باشه، هر دو معنی هم در واقع درست باشه و مد نظر شاعر یا نویسنده باشه. اما معانیش چیه؟ چهره نما یکی به معنای اون خودنمایی و جلوه‌گری هست، یعنی این چشمه‌ای که از زیر سنگ جوشید و بیرون آمد در واقع با یک حالت جلوه‌گری و خودنمایی از سنگ بیرون اومد. معنی دومش اینه که آب وقتی زلاله چهره دیگران رو در خودش نمایش میده.
بنابراین این اشاره به زلالی چشمه داره. پس این دوتا معنی داره، یکی به معنای جلوه‌گر و خودنما و یکی به معنای زلال. تیزپا همون سرعت چشمه رو میخواد برسونه. اینجا خب مشخصا آرایه جانبخشی داره، اما آرای دیگری که اینجا هست همون مجازه، یعنی در واقع تیزپا بودن و رونده بودن صفت اون سرعت حیوانات و جاندارانه. جانداران وقتی با سرعت حرکت میکنن تیزپا هستن، چشمه خودش به خودی خود تیزپا نیست. بنابراین اینجا کلمه تیزپا در معنای سریع و پر جنب و جوش به کار رفته که معنی اصلی تیزپا نیست. بنابراین اینجا آرایه مجاز داریم. گه به دهان برزده کف چون صدف. این معنیش این هست که این چشمه وقتی حرکت میکرد، این اگر ملاحظه بکنید چشمه ها یا رودها و جویبارها رو وقتی به سنگ ها میرسن، وقتی به سنگ میخورن این آبشون کف میکنه. و اینجا در واقع میگه که فرض کنید که چشمه دهانی داره، مثل اینکه این دهانش کف کرده بود. بنابراین اینجا دوباره جانبخشی داریم و این دهان، خب آب دهان نداره. اینجا اون در واقع صورتی که از آب میبینیم رو، اون جاهایی که کف کرده رو اینجا منظورشه. بنابراین اینجا دوباره مجاز داریم و اینجا تشبیه داریم. سفیدی کف رو به سفیدی صدف، یک سفیدی زیبایی هست، تشبیه کرده. پس اینجا جانبخشی داریم، مجاز داریم و تشبیه داریم. گاه چو تیری که رود بر هدف. اینجا در واقع تشبیه داریم، تشبیه کرده اون سرعت و روندگی چشمه رو به تیری که به سمت هدف مستقیم حرکت میکنه. بنابراین اینجا وجه شبه سرعت هست، یعنی اینجا مشبه چشمه است، اون حرکت چشمه است، و مشبه اون به تیری که به سمت هدف میره و وجه شبه سرعته. این که گفتم شعر یه مقدار ضعیفه به خاطر اینکه این بر هدف رفتنش اینجا هیچ چیز وجهی نداره. تیری که به سمت غیر هدف هم میره سریعه، بنابراین اینجا فقط به خاطر حفظ قافیه این رو آورده و خب به نوعی اضافه است. اگر این حذف بشه جز مشکل قافیه مشکل دیگه‌ای به وجود نمیاد و یه جور ضعف توی شعر محسوب میشه. گفت در این معرکه یکتا منم. معرکه میدان، معمولا به میدان جنگ گفته میشه یا میدانی که یک نمایشی در اون برگزار میشه. این مارگیرهای قدیم و این پهلوانهای قدیم و اینها معرکه میگرفتن، مردم دورشون جمع میشدن، نمایش میدادن. بنابراین اینجا به معنای اصلیش به معنای میدانی هست که شلوغه و در واقع بازیگرانی در اون دارن کاری انجام میدن، مثل میدان جنگ. اما خب اینجا میدان جنگ نیست. منظور از معرکه اینجا اون طبیعتی است که این چشمه در اونجا روان هست. بنابراین اینجا هم دوباره مجاز داریم. گفت که در این خلاصه طبیعت، در این صحرا، در این دشتی که من دارم حرکت میکنم، یکتا من هستم، من یگانه هستم و کسی شبیه من نیست. تاج سر گلبن و صحرا منم. تاج سر بودن اینجا کنایه است، کنایه از عزیز بودن، کنایه از در واقع جور برتری داشتن. گلبن به معنای بوته هست و صحرا هم همون دشت. پس اینجا در واقع چشمه داره میگه که اون عزیزترین کسی که در این صحرا هست به نوعی من هستم و اینجا کنایه از اون عزت و در واقع فخر فروشی که داره به سایر عناصر طبیعت انجام میده. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. اینجا باز بدوم، خب آب نمیدوه، اینجا معنای همون روان بودن و جریان داشتن آبه. پس اینجا هم دوباره مجاز داریم و البته استعاره هم هست، اون رفتنش به دویدن تشبیه شده که استعاره خیلی جالبی نیست. یعنی اون حرکت آب اصلا شبیه به دویدن موجودات جاندار نیست. بنابراین باز دوباره اینجا شعر خیلی شاید خوب نباشه. سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. وقتی روان هستم و جریان دارم، این سبزه هایی که در این کناره عرض شود که جویبار و چشمه میرویند، اینها بر سر و بر دوش من بوسه میزنند. این بوسه ای که این سبزه و گیاهان بر دوش و سر آب میزنند در واقع اینجا میتونه یکی اون لمسی باشه که بین آب و اینها جریان داره، یکی میتونه به معنای رویدن اینها باشه که حتی خیلی فرقی نداره. به هر حال این رویدنشون سبب اون لمس بین آب و سبزه ها میشه. اینجا باز دوباره جانبخشی داره، هم برای گیاهان و سبزه هم برای چشمه
و این بوسه هم دوباره اینجا مجازه، به معنای اون لمسیه که اتفاق میفته تا خب از بوسه استفاده کرده. بریم صفحه بعد. چون بگشایم ز سر موشکن، ماه ببیند رخ خود را به من. شکن به معنای اون پیچ و تاب زلف هست، پیچ و خم زلف هست و اینجا مجاز هست از اون موجهایی که بر روی آب هست که خب به خاطر اینکه ارتباط شباهته استعاره میشه. پس اینجا مجاز داریم، مجاز از نوع استعاره و منظور از شکن اینجا اون موج آب هست. وقتی در واقع انسان اون شکن زلف، اون پیچ و خم زلف رو باز میکنه، این صاف میشه. حالا اینجا اشاره داره به اینکه وقتی اون موجهای روی آب آرام میشه، دیگه آب موج نداره، خب چه اتفاقی میفته؟ آب زلال میشه. ماه ببیند رخ خود را به من. خب عکس ماه در منی که چشم هستم میفته و ماه میتونه رخ خودش رو در من ببینه. دیگه جان بخشی اونام داره که گفتیم توی همه ابیات هست. تا اینجا دو تا جان بخشی داره که جان بخشی برای آب، برای چشمه که توی این اومده و این در واقع جان بخشی برای ماه هست، یعنی این ماه اینجا جان بخشی داره. قطره باران که در افتد به خاک، زو بدمد بس گهر تابناک. این با بیت بعدی در واقع ابیات موقوف المعانی هست، هنوز تموم نشده و با بیت بعدی در واقع معنی جمله به پایان میرسه. یه قطره بارانی که وقتی بر خاک میفته، از او، این او رو دقت بکنید در شعر کهن، او گاهی به جای صفت اشاره یا همون آن استفاده میشه، یعنی اینجا ضمیر نیست، به معنای یک شخص جاندار نیست، اینجا یعنی زان، از آن، از اون قطره باران گوهرهای تابناک میدمد و پدید میاد. این گوهرهای تابناک منظور چیه؟ اینجا دوباره مجاز داریم که مجازش هم باز از نوع استعاره است. اون سبزه ها، اون گیاهانی که در اثر فرود آمدن باران بر خاک میروید، اینجا به جاش گفته شده گوهر تابناک. حالا این قطره بارانی که یک همچین هنری داره، وقتی به خاک میفته چه اتفاقی میفته؟ در بر من ره چو به پایان برد، از خجلی سر به گریبان برد. وقتی که به درون من چشمه میفته و راهش رو به اتمام میرسونه، وارد من میشه، خجل میشه، خجالت زده میشه، شرمگین میشه. چرا؟ چون خیلی کوچیکه، من خیلی بزرگم. سر به گریبان بردن کنایه از شدت خجالته. بنابراین منظور این هست که این قطره خلاصه از شدت بزرگی من خجالت زده میشه. ابر ز من حاصل سرمایه شد، ببخشید، ابر ز من حامل سرمایه شد. منظور از سرمایه اینجا اون آبی هست که ابر با خودش داره، سرمایه ابر اون بارانی هست که با خودش داره. یعنی در واقع این من هستم که این سرمایه رو به ابر میدم، این قطره های آبی که این باران هایی که همراه با ابر هست سرمایه او هست، این به خاطر منه، این از منه. پس اینجا سرمایه دوباره مجازه، در معنای اون قطره های باران به کار رفته. باغ ز من صاحب پیرایه شد. پیرایه به معنای اون آرایش، البته بین آرایش و پیرایش فرق هست. پیرایش زیبایی هست که با کاستن و زدودن آلودگی ها به وجود میاد، آرایش با اضافه کردن در واقع اون زیبایی ها. اینجا پیرایه به معنای آرایه هست و پیرایه باغ چیه؟ اون گل و گیاهش هستن. پس پیرایه اینجا دوباره مجازه و منظور از پیرایه اینجا گل و سبزه و گیاهی است که در باغ میرویند. گل به همه رنگ و برازندگی می کند از پرتو من زندگی. گل با همه رنگ و لعاب و رنگارنگی و برازندگی معنی شایستگی است. شایستگی که داره در پرتو من داره زندگی میکنه، از پرتو من در واقع بهره میبره. اینجا دوباره منظور از پرتو اون رطوبت و آبی هست که از چشمه به گل میرسه، بنابراین پرتو هم اینجا دوباره مجازه. در بن این پرده نیلوفری، کیست کند با چو منی همسری. در بن معنای اصلیش معنای ریشه است، اینجا منظور زیر این پرده نیلوفری. اینجا نمیتونیم بگیم آرایه است، بیشتر یه جور ضعف در شعر، کلمه دیگری نتونسته پیدا بکنه. بن برای زیر خیلی معنی جالبی نیست. پرده نیلوفری منظور آسمان، نیلوفری اون رنگ در واقع لاجوردیه
و پرده آسمان رو به یک پرده‌ای در واقع اینجا تشبیه کرده و چون مشبه هست شده فقط مشبه به باقی مونده استعاره است. توی بحث مجاز این رو توضیح دادیم که استعاره رو هم میتونیم نوعی مجاز بدونیم هم نوعی تشبیه که فقط یکی از ارکانش یا مشبه یا مشبه به باقی مونده. بنابراین پرده اینجا مجازه و استعاره از آسمانه. مجازش هم از نوع استعاره است و این پرده یعنی آسمان، پرده نیلوفری یعنی آسمان. زیر این آسمان کیست کند با چو منی همسری، که چه کسی هست که بتونه با مثل منی، با یکی مثل من همسری بکنه. همسری اینجا معنای برابریه. در فارسی گذشته همسر به معنای برابر و مساوی بوده، نه به معنای اون زوج که یا مثلا شوهر یا مثلا زن که امروز به کار میبریم. همسری اینجا یعنی برابری، هیچ کسی نمیتونه با من برابری بکنه. زین نمتان مست شده از غرور، رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور. باز اینجا دوباره ابیات موقوف المعانی داریم. این بیت معنیش با بیت بعدی در واقع کامل میشه. زین نمت، نمت معنای روش و راه هست، یعنی به همین روش اون چشمه که از غرور مست شده بود، مست شدن اینجا در واقع کنایه هست از اینکه از خود بی خود شده بود، وقتی که رفت و کمی از اون مبدأ خودش، مبدأ یعنی اون نقطه آغاز سفر، از اون سرچشمه وقتی کمی گشت دور شد، این گشت هم دور معنای شده، دید یکی بحر خروشنده ای، یک دریای خروشنده ای دید. در این بحر یعنی دریا. سهمگنی نادر جوشنده ای، سهمگین یعنی ترسناک، دریای عظیم ترسناکی رو دید. نادر که اینجا در واقع نادر اومده به معنای یگانه، یکتا و بیماننده. یک جوشنده نادره ای بود، چشم خودش میجوشه از دل زمین. در واقع اینجا دریا یک بنابراین دریا رو مثل خودش یک جوشنده در نظر گرفته، گویی که مثلا دریا از دل زمین جوشیده. باز دوباره اینجا از اون جاهایی است که یه مقدار ضعف وجود داره، یعنی دریا جوشنده نیست، دریا اصلا هستش و یه جورایی حتی بر زمین سبقت داره. بگذاریم برام. نعره برآورده فلک کرده کر، دیده سیه کرده شده زهر در. من اینجا در واقع دیدم که در بعضی از کتاب‌ها این نعره برآورده رو فاعلش رو یا نهادش رو در واقع چشمه گرفتن. به نظر میرسه درست‌ترینه که بگیم این مربوط به دریا هست، یعنی اون دریایی رو که دید این چشمه داشت نعره میزد، دریا نعره برآورده بود و نعره میزد، فریاد میزد که در واقع اشاره به اون صدای موج‌ها داره. بنابراین اینجا دوباره علاوه بر جانبخشی که نسبت به دریا وجود داره، این نعره مجاز از صدای امواج هست. حالا این صداش اونقدر بلند بود که فلک رو کر کرده بود. این دوباره فلک یعنی آسمان، آسمان رو کر کردن یا نعره‌ای که فلک کر کنه، این کنایه از در واقع صدای بسیار بلند هست. اینجا کنایه داریم. دید سیاه کرده شده زهره در. دید سیاه کردن هم کنایه از در واقع نگاه ترسناک، یعنی خیلی ترسناک و خشمگین بود. شده زهره در، این زهره هست، زهره نیست. زهره در یعنی زهره درنده و اینجا باز کنایه از ترسناک هست، کسی که بسیار میترساند و زهره دیگران رو خلاصه آب میکند. راست به مانند یکی زلزله، راست یعنی درست، دقیقاً مثل یک زلزله بود این دریا. داده تنش بر تن ساحل یله، تنش رو بر تن ساحل اینجوری رها کرده بود. یله یعنی رها. اینجا حالت تکیه دادن رو به نوعی داره ترسیم میکنه، مثل اینکه دریا اینجا تکیه داده بود بر تن ساحل به صورت رها، مثل یک پادشاهی که بر روی تخت خودش در واقع لم داده و اینجوری مثلا خیلی با قدرت نشسته. دریا هم همین نسبت رو به ساحل برقرار کرده بود. باز اینجا یه مقدار اون ضعف شعر رو می‌بینیم، یعنی اینجا میگه مثل یک زلزله و داده تنش بر تن ساحل یله. یله بر ساحل دادن، اینجوری رها تکیه دادن به جایی، این یه جور آرامشی درش هست، در حالی که اینجا میگه درست مثل یک زلزله و یعنی بلا فاصله مثلا هم تشبیه میکنه به زلزله دریا رو، بعد از اون طرف میگه آرام نشسته بود. اینجا در واقع خیلی جالب نیست کنار هم اومدن این.
چشمه کوچک چو به آنجا رسید، وان همه هنگامه دریا بدید. دوباره اینجا چیه؟ ابیات موقوف المعانیه، این سه بیت آخر اینها معنیشون با هم دیگه کامل میشه. وقتی چشمه کوچک به اونجا یعنی دریا رسید و اون همه هنگامه یعنی اون در واقع سر و صدا، اون شلوغی و اون فریادهای دریا رو دید، خواست که از آن ورطه قدم در کشد. ورطه اینجا به معنای در واقع گرداب هست و به معنای گرفتاری هم میاد. خواست که خودش از اون گرداب بلا، از اون گرفتاری بیرون بکشه. قدم در کشیدن کنایه از بیرون رفتنه. خیشتن از حادثه برتر کشد، خواست که خودش رو از این حادثه، از این بلا بالا بکشه. برتر کشیدن اینجا بالا کشیدن، بیرون بیاره. لیک چنان خیره و خاموش ماند، که از همه شیرین سخنی گوش ماند. اما به دریا ریخت، در واقع اون عظمت دریا محو شد، خیره شد. خیره یعنی سرگردان و متحیر. ساکت شد. اون همه بلبل زبونی که میکرد که یگانه منم و کیست با من همسری بکند و هیچ در بن این پرده نیلوفری هیچ کسی مثل من نیست و از این حرفا دیگه خاموش شد، چون خیلی بزرگتر از خودش رو دید. وقتی خلاصه یک موجود عظیم و بزرگی مثل دریا رو دید، همه اونها دیگه فراموش شد. سرگردان و متحیر و خاموش موند. که از همه شیرین سخنی گوش ماند. از اون همه شیرین سخنی که میکرد فقط در واقع تبدیل به گوش شد دیگه، به اون آوای پر عظمت دریا گوش داد. شیرین سخنی آرایه حسامیزی داره. حسامیزی این هست که دو جور داریم حسامیزی. وقتی که یکی در جایی هست که چیزی که مربوط به یک حس دیگری هست به واسطه یک حس دیگری بیان بشه، مثلا بگیم بوی شیرین. بو خب اصلا مزه نداره، خب اگر اینو بگیم حسامیزی کردیم. یکی جایی که یه چیزی در واقع به وسیله حواس درک نشه، یک امر غیر حسی باشه، ما یک چیز حسی رو بهش نسبت بدیم. سخن مزه نداره. سخن نه مزه داره، نه شکل داره، نه بو داره، هیچی نداره. اما اینجا در واقع به سخن که یک چیز در واقع غیر مادی هست، ملموس نیست، شیرینی نسبت داده شده. پس در واقع این شیرین سخنی اینجا آرایه حسامیزی در واقع داره. خب این شعر از آقای نیمایوشی علی اسفندیاری هست. همون که گفتم آقای علی اسفندیاری یا نیمایوشی شاعر بسیار بزرگی هست. برگردن شعر فارسی و ادبیات فارسی حق بزرگی داره. شعر فارسی رو و ادبیات فارسی رو در زمانه ما از یک جور رکود، از یک جور ایستایی، از یک جور تکرار گذشتگان نجات داد. شعر نو رو ابداع کرد، مضمون‌های جدیدی وارد شعر کرد. این فرصت رو پدید آورد که بشه درباره مضامین اجتماعی و بسیاری از مسائل دیگه در قالب شعر نو سخن گفت. و پس از او شاعران بزرگی مثل اخوان ثالث و سهراب سپهری این سبک او رو گسترش دادن و اشعار بسیار خوبی سرودن. بنابراین این آقای نیمایوشیج حق بسیار بزرگی برگردن ادبیات فارسی داره. ای کاش مؤلفین کتاب هم این حق رو رعایت میکردن و این شعر رو که برای تخصص ایشون نیست، تخصصشون در شعر نو هست، این شعر کهنه، ای کاش از ایشون نمی آوردن. این توضیح رو هم اضافه بکنم که این بخش از کتاب به ادبیات تعلیمی میپردازه. همونطور که بارها در کتاب‌های سالهای پیشین دیدیم، ادبیات تعلیمی اون ادبیاتی است که محورش پند و اندرز و نصیحت و نکات اخلاقی است. خب این درس هم در واقع اون محور اصلیش مذمت خودبینی هست و در واقع جو ترویج تواضع و اینکه انسان باید متواضع باشه، این رو داره به ما میگه. بنابراین یک نکته اخلاقی داره و جزء ادبیات تعلیمی محسوب میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. بقیه ویدیوهای ما رو هم ببینید، به خصوص اون قسمت‌های شهرنامه که مربوط به شاهنامه هست و حتما دنبال بکنید. خداحافظ شما تا یک درس دیگر.